خب این رفیق گنگمون از موهای لختش خسته شده بود، از من خواست که یه مدل مو بهش معرفی کنم. منم مدل موی فر رو بهش معرفی کردم. دوستمون دو به شک بودش که موی فر بهش میاد یا نه. برای این استارت این مدل مو اول باید موها رو خیس کنیم و بعدش تقسیم بندی انجام بدیم و بعدش هم با تافت موها رو کثیف میکنیم که پف بکنه. بعدش هم با دیسپانسر میام موهاشو فر میکنم. بچه‌ها اگه از این ابزارا ندارید میتونید با دستاتون هم این کارو انجام بدید. فقط پرتو باد بچه‌ها زیاد نباشه که موتون صاف بشه. برای حالت دندش هم بچه‌ها من از پودر پشینت استفاده میکنم که حالت دنده فوق العاده‌ای برای این استایل. بچه‌ها فقط حواستون باشه که از این ماسکای مشکی نذارید شبیه این بچه سالا بشید. بعد اینکه پودر رو رومون ریختیم بچه‌ها به هیچ عنوان با دست وارد مو نمیشین. یا میتونید با خود دیسپانسر این کارو انجام بدید یا میتونید با ته شونه یا شونه حالت‌ها این کارو انجام بدید که دیسپانسر جذب بشه. تو تاف زدن هم حتما حواستون باشه که از فاصله چند سانتی این کارو انجام بدید که فقط گردش به مو بخوره. اینجوری که بچه‌ها من دارم با دست حالت میدم، یه ثانیه وقت بذارین پست و لایک و سیو بکن. این استایلام بچه‌ها بعد 12 ساعت استایل قشنگتری میگیره. راحت هم بچه‌ها تو خونه میتونید این کارو انجام بدید. تو کامنت ها بهم بگو فر بیشتر بهش میاد یا صاف اول ویدیو بود. دمتون گرم که تا اینجای کار همراه من بودید.